سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدیم به یک ویدئوی دیگه از رشته ویدئوهای والیوم پروفایل با تریدینگ ویو. اه، قبل از اینکه بریم سراغ سوالاتی که پرسیده بودین، پرتکرارهاشو قرار پاسخ بدم. یه نکته که خیلی مهمه، من متوجه شدم از دایرکت هایی که دادین، اینه که تعداد خیلی زیادی از شما اصلا با ترید آشنایی ندارین، یا مثلا 1 ماه 2 ماه بازار فارکس رو شنیدین یه چیزایی در موردش و الان اومدین دارین این ویدیو رو میبینین. این استراتژی که من آموزش دادم به درد چه کسانی میخوره؟ کسایی که حداقل 1 سال با این بازار سر و کله زدن، کار کردن، حالا چه سود گرفتن چه ضرر کردن، هر کاری هر اتفاق افتاده، ولی 1 سال سابقه کار دارن، 1 سالی که هر روز یا حداقلش هفته ای 3 4 روز وقت گذاشتن تو این مارکت. به درد کسایی که تازه با این مارکت آشنا شدن این استراتژی به دردشون نمیخوره. باید برید خیلی خیلی تلاش و تحقیق و ویدیو دیدن و آموزش دیدن تا با یه سری نکات مقدماتی این بازار آشنا بشین. چون یه سوالایی میپرسیدین توی دایرکت که خیلی مبتدیانه بود یا خیلی ابتدایی بود. من قرار نیست اونا رو آموزش بدم و تو این رشته ویدیوها فقط در مورد همین سبکی که ترید میکنم توضیح میدم. چرا اصلا این ویدیوها رو گرفتم؟ چون که کسایی بودن که سابقه داشتن توی ترید و فارکس ولی به سوده ای نرسیده بودن یا استراتژی میخواستن. من گفتم استراتژی خودم رو بیام آموزش بدم. اگر آشنایی نداریم باید برین تو یوتیوب تو گوگل سرچ کنین بازار فارکس چیست، یا دوره های مقدماتی رایگان رو نگاه کنین که اون بیس پایه‌ای و ابتدایی رو قوی کنید، بعد بیاد این طرف. چون مثلا میپرسیدم توی دایرکت که لات چیه، یا مثلا پیپ چیه، یا نماد داو جونز مثلا تو متا تریدر نمادش چیه. این سوال خیلی مقدماتیه و مشخصه که شما کاملا تازه با این مارکت آشنا شدین. پس این ویدیوها به دردتون نمیخوره. وقت رو این ویدیوها نذارین، برین از دوره های مقدماتی که رایگان هم هست، خیلی هم هست تو یوتیوب و گوگل و اینا هست، برید اونا رو ببین. خب بریم سراغ ریزشی که طلا دیروز داشته رو این لولی که ما داشتیم 1991 602. لول به خوبی عمل کرده و 200 پیپ تقریبا ریختی که خب چند تا از دوستانم گرفته بودن همینو. و اما نزدک چه اتفاقی افتاد براش دیروز؟ نزدک یه برداشت نقدینگی از توی این ولیو اریا داشته و رفته بالا. چرا اینجوری شارپی رفته بالا؟ چون که دیتا داشتیم، دیتا های فاندامنتالی بودن که مهم بودن برای نزدک و داو. اگر بیام رو چارت طلا، اینجا این جاب اوپنینگ رو داشتیم، مؤسسه ISM PMI شد میخواسته بگه برای بخش خدمات. فد اینترست ریت رو داشتیم که همون 5.5 موند. اه، اینها اخباری هستند که روی مارکت آمریکا، روی سهام های آمریکایی مثل نزدک، داو جونز و S&P تاثیر دارن. اگر اون روز اخبار مهمی داریم واسه آمریکا، بهتره اصلا شما این سراغ این شاخص ها نریم، چون که احتمالا استاپ میخورین یا حرکات اینجوری داره که دیگه فقط اینجا میتونستین خریدار باشین، بعدش دیگه کلا رفته که رفته. خب اولین سوال این بود که تنظیمات این رنج رو برای طلا، نزدک و داو جونز به ما بگو. خب گوش بدین که چون خیلی این سوال شده بود، من ساعت هایی که خودم استفاده میکنم بهتون میگم. اینا رو هم برمیداریم. ببینید تنظیماتتون دقیقا همین باشه. حالا من بذارید برم روی یورو که چارتم تمیزه. یورو یه دونه خط من اینجا دارم که این صفره، یه دونه یکه، دونه دونه با هم دیگه همه رو توضیح میدم که خوب برای شما
جا بیفته. ببینید این تیکو اگر من بردارم این خط تا میره. یه سری گفته بودن این سطوح چیه، این تیکو که بزنید این میاد. رنگش رو مشکی کنید، رنگ دیفالتش احتمالا توسی کم رنگ مشکی میکنید. بعد یکی دیگه پرسیده بود چرا اینو اینقدر درشته اعدادش برا من ریز. میتونید بیاد پایین اینجا این لیبل تکس استایل رو بذارید روی لارج. اگر روی تاینی باشه یا اسماعیل اسمال باشه روی آقا اسماعیل باشه کوچیک نشون میده. بذارید رو لارج تا این درست باشه. خب تیک بعدی این حال میاد این صفر یک، اینم نصفش نیم، اینجا هم تقسیم میکنه. بعدیش کوارتره که میاد این صفر رو یکو، اگر این تیکو بردارم این اوتر رو بردارم، بذارید من اینو بکشم این ور که عددش واضح تر باشه. اینجا صفرشه، این شد 25، این نیم، این 75، این هم یک. پس این هم کوارترش، گزینه کوارتر. تک تکش رو دارم توضیح میدم که دیگه براتون سوال پیش نیاد. من ممکنه یه جا توی یه چارت این تیک رو روشن کرده باشم، توی یکیش خاموش کرده باشم. تو ویدیو اگر میبینید اینا دل بخواه یا بستگی، ببینید این شبیه به یک ابزار مثلا آچار فرانسه، یکی که مکانیکه آچار فرانسه رو بهش یاد دادن با این میتونی مثلا این پیچ رو بازش کنی. دیگه اون نحوه استفاده بستگی به شماست که چه جوری میخواین از این ابزار استفاده کنید. من فقط دارم توضیح میدم قابلیت های اینو و بعدا هم میگم که خودم توی چه مواردی از اینا استفاده میکنم. خب یه بار دیگه اصلا منطقش رو بگم. این میاد از این رنجی که ما ساختیم، مثلا من میذارم از اول روز تا پایان روز. فقط میخوام منطقه اینو بگم، میاد از کلوز کندل تا این طرف هم کلوز کندل توی تایم فریم مثلا 30 دقیقه. این بهتره بر روز بریم تو 15 دقیقه. این نکته رو بگم اینجا حتما اینو بدونید. من تو بعضی ویدیوها ممکنه رفته باشم تو تایم فریم 5 دقیقه دارم سطوح میبینم. توی چارت هایی میرم تو 5 دقیقه که با 15 دقیقه فرقی ندارن لول ها، ولی بیس و اساس تحلیل ما با لول هاییه که توی 15 دقیقه میبینیم. برای ترید روی دیلی یعنی توی روز، لول های روز رو من میخوام به دست بیارم، توی 15 دقیقه اساسمون اصلمون 15 دقیقه است. حالا بعضی ویدیوها میبینید من رفتم تو 5 دقیقه، اون 5 دقیقه با 15 دقیقش لولاش فرقی نداشته، برای همین من میرم مثلا تو 5 دقیقه رو اونا توضیح میدم. ولی اگر تفاوت داشته باشه، اون لول هایی که توی 15 دقیقه هستن اصل و اساس و مورد اعتبارن و ما باش ترید انجام میدیم. خب اینجا کلوز شده لول یکمون، با شادو کاری نداشتیم. این طرف هم کلوزش شده لول صفرمون. حالا این گزینه رو اگر من بیام بذارم روی ویک یعنی شادو، یعنی این فیتیله هایی که این کندلو دارن، اگر بذارم رو ویک میاد نوک ویک یعنی کف روزو میگیره، این طرف هم میره سقفشو میگیره. این کلوز که میذاریم همون حالت هایی که رو حالت اصلیه. های لو کلوز سه تا کندلو میگیره، اینجوری میشه. این های لو کلوز 4 تایی میگیره. ما با همین کلوزش کار میکنیم. خب پس اینم منطقش که بدونید اصلا کلا میخوام این ابزار رو هر چی جزئیات داره رو توضیح بدم که سوال براتون دیگه پیش نیاد. پس این شد تقسیم 50، لول 50 شو میده. این لول 4 میده. میگه از این سقف، کلوز این سقف تا کف کلوز این کف، من اینجا لولم شد. همین اینجا رو 4 قسمتش کردم، یه قسمتم اینه. بذارید من اینو برش دارم، اینم برش دارم.
یه قسمتم اینه، یه قسمتم اینجاست، یکیش اینجاست، یکیش اینجاست. چرا این تقسیم بندی برای ما مهمه؟ اگر پرایس اکشن کار باشید میدونید که این تقسیم بندی ها خیلی مهم میشن، چون که لگ های حرکتی مارکت بر اساس همین تقسیم بندی هاست. تحلیل تکنیکال هم همش از گذشته مارکت میاد دیگه. ما تو گذشته مارکت بارها این الگوها رو دیدیم، پس میتونیم یه احتمال بدیم که احتمالا فردا هم همین اتفاقات میفته. بنابراین این تقسیم بندی ها برامون مهم میشن. خب پس شد صفر 25 این. حالا اگر این تیکو بزنیم، من این تیک وی وف هم برمیدارم، ببخشید میام سراغ این 8 قسمتش میکنه، همینی که اینجا داریم و میاد بازم ریس درش میکنه که این دیگه خیلی شلوغ میشه. از این کلا استفاده نکنید. خواستیدم استفاده کنید، من استفاده نمیکنم از این. بعدش فیبوناچیه، میگه لول های فیبوناچی سقف تا کف رو برامون میندازه. من اینا رو برمیدارم که لول های فیبوناچیشو ببینید. 23 38 61 78. اگر من بیام یه فیبوناچی اینجا بندازم دقیقا از 0 تا 1، ببخشید البته این فیبوناچی من لول هاش خاموشه. میبینید اینی که انداختم اینجا اومده اینجا 23 و اون یکیش کو. حالا همین من اینو برم این آپی که اینجا هست میذارمش روی دام. باید 23 فیبوناچیمه. این آپ و دانا خودتون دسته میتونید برید جهتش رو به پایینه دیگه، اون روز از اینجا شروع شده اومده پایین، پس میذارمش رو دام که فیبوناچیش درست در بیاد. 23 فیبوناچی مونه، 23 همین لولیه که این داده. 38 فیبوناچی مونه، دوباره 38 اینه. 618 618. حالا تیکه اون یکی رو من تو فیبوناچی نزدم، روشن نکرد. ببین من اینو برش دارم، همونه این خط تاست، دوباره فیبوناچی هم که بندازم میفته رو همین. اوکی. اوکی. خب فیبوناچی مونم، من دوباره اینا رو برمیدارم چون که این اعداد برای من مهم نیست. من این 0 1 2 3 4 5 شم فیبورم دیلیتش میکنم. پس اینم لول های فیبوناچی این روز هست. حالا ما کلا این ابزار رو میذاریم رو این روزی که داشتیم، یعنی روز قبلمون که امروز باش ترید انجام بدیم. یعنی لول های فیبوناچی مهمن. دیگه چی مهمه؟ لول نصف یا هالفمون مهمه، کوارترا مهمن. این لول ها مهم میشن. کلا این ابزار این لول ها رو در اختیار ما میذاره دیگه. اینم که گفتم استفاده نکنید، 8 قسمتش کنید که خیلی ریز ریز میشه. حالا ببینید فیبوناچی ها که روشن کنید، معمولا لول هاش همونه، 25ش میفته رو همین. ببین من اینو که بردارم این 25 لول 25 مونه، وقتی فیبوناچی رو بندازم دوباره میفته رو این 23 و خورده ای. این دوتا که یکی. یه 38 اینجا داریم، بعد دوباره اینم یکیه، این 78ش با 75 این یکی. من دوباره فیبوناچی رو برمیدارم، اینجا 75 مونه. اینو که روشنش کنم لول 78 هم میفته تقریبا همین. این فاصله خیلی کمه، مثلا میتونیم چشم پوشش کنیم ازش. دو تا لول مهم داره، پس اگر خواستید ابزار فیبوناچی رو استفاده کنید، دو تا لولش، یکی 618 یکیش هم 38. اگر خواستید مثلا این لول ها رو بذارید که فردا ببینید چه واکنشی روش هست، از 618 و 38 ش استفاده کنید. 384 اونو سه تایی میگم، اینو دو تایی میگم. داستانی داریم ما با خودمون. خب این 75، این نیم، این 25. اوکی تمام. پس این لول ها یه گزینه دیگه داره، این اوتر. این میگه میخوای بیرون اینم این لول ها را همین تقسیم بندی که اینجا داشتم و بیرونم برات ادامه بدم. دوتا میندازم بالاش، دوتا میندازم پایینش. ما میگیم بله این کار رو انجام بده برام. این گزینه رو میزنیم، دوتا میندازه بالا، دوتا میندازه پایین. این لول ها مهمن. حالا بعدا بهتون میگم که این لول ها رو چه جوری استفاده کنید. فقط دارم منطقه این ابزار رو میگم
گزینه‌هاشو توضیح میدم که بدونید. حالا یکی میگه آقا من این رنگم کم رنگه، خب بیا خودت هر رنگی دوست داشتی بهش بده، بذارش قرمز، نارنجی. اینجا میتونی پر رنگش کنی، میتونی کم رنگش کنی. اینجا میتونی خط چینش کنی که مثلا با بقیه لول ها قاطی نشه. دیگه اینا دست خودتون، هر کاری که دوست داشتین میتونین با این انجام بدین. خب پس این منطقه این خطوط دیگه، من این تیکا رو برمیدارم دیگه، توضیح نمیدم. هر کی هم سوال پرسید جایش میدم به همین ویدیو. یه دونه وی وپه که این وی وپ هم تو جلسات قبلی توضیح دادم، اینم وی وپش. یه دونه اکستند داره که اینم تو جلسات قبلی گفتم اگر اکستند رو بزنیم ما تایممون اینجا این رنج زمانی رو گرفتیم، ابتدای روز تا انتهای روز. اگر من بیام این اکستند رو بزنم، این یکی رو میگه چند تا کندل برم جلو، بهش گفتم 20 تا. اگر من اینو بکنمش 66 تا، 66 تا میاد جلو. 66 کندل بر اساس همین تایم فریم میاد جلو، که این اصلا مهم نیست، هرچی میخواد بشه، چون من اصلا ازش استفاده ای ندارم. چرا میاد جلو؟ چون که تو میخوای این لول ها رو داشته باشی. من میگم اصلا این ابزار کاری بهش ندارم، من لول ها رو یا روی اکستند میبینم، اکستندش که کنی خودش این خطوطو اکستند میکشه جلو. یا هم اینکه کلا وقتی این ابزار رو گذاشتین برای خودتون، بیاین خط بندازین، اینجا خط میگیرید. اگر من این خطی که کشیدم شیفت رو بگیرم، این صاف میاد، افقی میشه. بعدش مثلا اینجوری روی 6 تا حرکت اینجوری میسازم، دقیقا رو همین اینجوری یه خط میکشم. بعدش کنترل رو میگیرم، از رو همین کپی میگیرم، مثلا میام میذارمش این پایین دیگه. بعدش هم مثلا وقتی لول ها مشخص شد، من این ابزار رو کلا هایدش میکنم دیگه، منتظر میشم روی این لول ها ببینم. یا اگر بخوام وی وپش رو ببینم که دیگه کلا روشن میذارم که واکنش به وی وپ رو در فردا ببینم. اگر میخواید واکنش این وی وپ فردا هم ادامه دار باشه، اکستند رایت رو باید بزنید که این تا فردا هم نمایشش بده. پس این هم از توضیحات این. من دوباره این خطوط رو برش میدارم. دیگه چه تنظیماتی داره؟ دیاگونال لاین میگه که این یه خط آبی میندازه اینجا که شما بدونید که از اینجا تا اینجا بوده. هیچ خاصیت مثلا اندازه گیری یا اینا نداره، فقط داره نمایش میده. پس این هم یه چیز اضافیه برش میداریم. این هم که نوشته به زودی سون، که هیچ کاری نداره انجام بده. دیتا تایپ رو میگه والیوم باشه یا اوپن اینترست. اوپن اینترست اصلا ما نداریم دیتا اوپن اینترست، خب بازم رو والیوم. خب این که رو والیومه، این تیک اگر روشن باشه اینجا دیتا رو داریم. دیتا رو، این دیتای والیومو اگر روی آپ داون باشه، خب اینجا رو گوش بدید که این هم سوال خیلیاتون بود. خب این ببینید، این عدد، این نوت سایز به درصد میگه که من اینو چقدر بزرگش کنم که تو واضح تر ببینی. فقط برای اینه که من بتونم واضح تر ببینم. تأثیری توی تحلیل و اندازه ها و مقدار و والیوم نداره، لول ها رو تغییر نمیده. این فقط اینا رو بزرگش میکنه که تو بتونی بهتر ببینی. پس من اینو مثلا الان میذارمش رو سی. دیتا همونه، اینا همونه، ولی فقط یه خود کوچیک جمع و جور ترش میکنه. لول ها فرقی نکرد. این تایپ دو چیه؟ این اگر بیاد رو تایپ یک، همه رو میندازه یه طرف، خریدها و فروش ها رو یه طرف نشون میده. کاملا اینا سلیقه ای، اصلا مهم نیستش که کدومش رو انتخاب میکنی. این عدد اصلا مهم نیست که چی میذاری، هر چی خواستی بذار. من اصلا کاری با اینا ندارم، اصلا قابل استفاده هم نیست برا من. بعضیا باشه استفاده میکنم، مثلا اینجا که خیلی اومده جلو، این کوه در نظر میگیرین، فرض کنید یه کوهیه که حالا به صورت عمودی داره به شما نشون میده. این قله و دره ها رو بعضیا باشه استفاده میکنن، فکر کنن اینجا مثلا اینجا رو میگن ناحیه پرتقازه، اینجا که رفته تو
اینجا رو میگیرن ناحیه فیر ولیو گپ، جایی که قیمت سریع ازش رد شده. ولی توی این استراتژی که من دارم توضیح میدم اصلا مهم نیست، شما میتونی اینو برش داری، اصلا والیوم بهت نشون نده، ولی این فقط رو والیوم باشه، ولی حالا نمایش بده یا نده مهم نیست برام. اینم که رنگاشه، میگه با یا رو با چه رنگ نشون بدم، با هر رنگی که خواستی میتونی بذاری. حالا ما میذاریم همون سبزی که دیفالت خودش هست، خیلی مهم نیست اینا برام. این حتما روی 66 باشه. اینو اگر تغییر بدید، این گزینه رزولوشن رو، لول هاتون تغییر میکنه. اینو حتما رو 66 بذارید. خیلی هاتون میگه چرا لول های من با لول های تو فرق داره، احتمالا اینو تغییرش دادین، اینو دستکاریش کردین. این رو همه 66 باشه. بذارید من لول ها رو بیارم نشون بدم که کوشش کوشش آقای کوشش رو دوباره صداش کنید. این اگر بشه مثلا 50، سطوحش رو بذارم که متوجه تغییرش بشه. این وی اچ مونه، این پوینت آف کنترل مونه، این وی ال مونه. و اینا میام کمش کنم. ببینید لول ها میره بالا پایین، نمیدونم واضح هست توی ویدیو برای شما یا نه. این هر چقدر کم و زیاد میشه این لول ها تغییر کنه. چی رو ما داریم کم و زیادش میکنیم؟ اینجا این تعداد این بلاک هایی که اینجا داره نشون میده الان 21. اگر من اینو بکنمش 10 تا، این بلاک ها میشه 10 تا. و این فاصله خیلی زیاد شد با لول هایی که داشتیم. اگر بکنمش 9 تا، این الان شد 9 تا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. این بلاک ها رو میاد کم و زیادش میکنه. رو چند بذاریم که با من لولاتون یکی بشه؟ رو 66 بذاریم. پس اینم از این. اگر دیدی لول هات متفاوته حتما اینو چک کن 66 باشه. اینم که این گزینه هم که گفتم اگر روشنش کنید آپ دانش یعنی خرید و فروشش یا بالا پایینش، اینه توتالش میاد جمع کلش رو اینجوری رنگی نشون میده. دلتا میاد تفاوت اینا رو میگیره نشون میده، خرید و فروش ها رو اصلا کم میکنه. اینجا خیلی کوچیک شد، حالا چون کوچیک شد من میام نوت سایزش رو میذارم رو 300 که این یه خورده این بزرگ شه. این لول ها رو تغییر نمیده این نوت سایز، قبلا گفتم دوباره دارم تکرار میکنم، فقط اینها رو یه خورده بزرگش میکنه که من بتونم ببینم. الان میکنمش 3000. خب دیگه 3000 اجازه نداریم، میکنمش 600. دارید همونی که هسته داره بزرگش میکنه که من بتونم راحت تر ببینم. که با اینم ما کاری نداریم، شما هم کاری نداشته باشین. من اصلا این گزینه رو برش میدارم که این نباشه، اصلا کاری به این ندارم. فقط همین لول ها رو میخوام. تایپ هم که توضیح دادم، دوباره بیارمش. خریدار و فروشنده رو جدا میکنه این ور اون ور. این چیه؟ ولیو اریا اصلش بهترش اینه که روی 68 باشه، ولی بذارید رو 70. خیلی فرقی نداره. 68% از این سقف تا کف رو میگیره. میگه 68% تراکنش ها، حجم خرید و فروش ها اینجا بوده. این برای اونه. اگر من اینو بذارمش روی سی، اینو قبلا تو ویدیو قبلی هم گفتم، اینو هر چقدر کمش کنم این ولیو اریایی که با رنگ توسی داره نشون میده کوچیک‌تر میشه. استانداردش چیه؟ رو چی بشه؟ استاندارد اصولی و بین‌المللی 68، ولی ما میذاریم رو 70 چون که تو اکثر ابزارها هم رو 70 دیگه، ما هم دستکاریش نکردیم، هم 70 میذاریم روند باشه. حالا یه ابزار دیدین، یه ویدیو دیدین گفتین 68، اون درسته، به اون ایراد نگیریم، درستشونه، ولی ما میذاریم 70. پروفایل نود ولیو. این پروفایل نود ولیو رو من باید برم توی
کشو میزنم توی اینجا، این یه سری عدد نشون میده. اینا رو من چجوری نشون بدم؟ میام اینو کمش میکنم که بزرگ بشه. این هم میذارمش روی آپ داون. آها، این هم میذارمش رو سی. این کارایی که دارم میکنم فقط برای اینه که نشون بدم این عددی که تو اینجا هست شما ببینید، وگرنه قرار نیست شما از این استفاده کنید. پروفایل نود ولیو، تیکشو برمیدارم این عدد رو میره، تیکشو میذارم این عدد رو میاد. داره میگه که اینجا 5000 خورده ای لات خریدار بودن، 5000 خورده ای لات فروشنده بودن، که اگر دلتاشون رو بگیریم اینا کم بشه میشه یه مقدار خیلی کم. بازم قرار نیست اینا رو شما رو گیج کنه. این عدد رو من فقط دارم توضیح میدم که چرا داره نمایش میده. از اینها استفاده ای نداریم. هیت مپش چیه؟ خب هیت مپ. من هیت مپ رو روشن کردم، هوریزونتال. باز هم قابل استفاده نیست. من فقط دارم به شما نمایش میدم که بدونید این گزینه به چه دردی میخوره. شاید بعدا خواستید ازش استفاده کنید. ما الان اصلا از این استفاده ای نداریم. دوباره اینجا میاد میگه که کلا اینجا 14000 تا تراکنش تو این لول انجام شده، تو این لول 11000 تا، تو این لول 5000 تا. اینو که بزنید عددش میره، که باید حتما این گزینه هم باشه. هیت مپتون باید روشن باشه که این نودش رو نشون بده. که ما این دو تا رو هم غیر فعال میکنیم، استفاده ای نداریم. اینو استفاده داریم. point of control value area high value area low. و اینم که رنگ همین توسی رنگی که اینجاه. من اینو زردش می‌کنم. این زرد. این هم دست خودتون هر رنگ خواستیم بزن. خب این توتال ولیو، این رنگ بندی چی بود؟ اگر اینو بذارید روی توتال میگه اینجا رنگش رو میتونید تغییر بدید. یا میذارم زرد، زرد سپاهانی. یکیشو میذارم قرمز پرسپولیس. اینجوریش که مثلا اینم به درد ما نمیخورد. گفتم بهتون مثلا اینو برش میدارم که کلا این کاری به این نداریم. این چیه؟ اسموتی اسموت. اینم استفادهشو قبلا گفتم، حالا امروزم اگر شد تو ویدیو میگم. میاد یه خورده اون چیزی که داریم و اگر جایی بود که اسپایک شدید داشتیم، امروز میگم اینو میتونیم اینو استفاده کنیم که یه خورده اون حجمو تغییرش میده، لول ها بهتر میشه جایی که اسپایک شدید داریم. اینو الان من میرم رو چارت، همین اسمو تو الان یه توضیح بدم که روی چارت مثلا نزدک میریم. فرض من اینو میذارم 11 و نیم و اینم میذارم ساعت 4:30، 16:30. این سه تا لولو میده اکستندش هم بزنم. این سه تا لولو میده. حالا اگر من بیام اسموتو بزنم فرقی نداره. روی این حالت اشتباه بود، ببخشید. بذارید من یه چارت پیدا کنم که کار بوده این اسموتو بهتون بگم. خب روی طلا به فرض من این محدوده رو گرفتم که اسپایک توش زیاد داریم. حالا بعضی ممکنه بپرسن اسپایک چی هست اصلا، که مشخص میشه. شما ویدیو رو کامل ندیدید، ولی من بیام به رشد اینجوری که یه دفعه یه حرکت شارپ داریم با مومنتوم بالا میگیم اسپایک. جایی که یک همچین اسپایک هایی داشتیم و شما میخواستید از اون ابزار استفاده کنید، این گزینه اسم رو اگر بزنید یه خورده این لول ها بهتر میشه، مثلا یه خورده میاد بالاتر.
اگر توی اسپایک نباشه اینو خاموش باشه یا روشن باشه هیچ فرقی نداره. رو حالت عادی هم تیکشو بر میداریم که خاموش باشه، ولی اگر یه جا بود که اسپایک داشتین اینجوری یه دفعه رشدای شدید بود، حتما اینو روشن کنید. خب برگردیم به همون 4 تا یورو. یه سوال دیگه که خیلی پرسیده بودین که چرا برا ما نمیاره، حتما هر چارتی که رفتید بروکرتون اوندا باشه. هر بروکر دیگه برین این اطلاعات رو به شما نمایش نخواهد داد، چون که فقط بروکر اوندا که این دیتا رو داره. روی اگر برید توی forex.com یا هر بروکر دیگه ای این اطلاعات نیست. توی FXCM forex.com تو اینها نرین، فقط اوندا. اینو خیلی پرسیده بودین. اینم یه سوال دیگه بود که یادم اومد پاسخشو دادم. خب دوباره میریم تو تنظیماتش دیگه چه گزینه‌هایی داره. اینم که برای همون اعداد بود. این نود برای سایزیه که اون اعدادیه که اینجا می نویسه. این دوتا عددهای پروفایل نمایش میدادن که این حالا میگه که رو چه سایزی باشه که اصلا ما استفاده نداریم. این یکی رو گذاشتیم رو لارج که این لول های 0 و 1 بزرگتر نشون بده اگر خواستین. و هیت مپ هم کاری بهش نداریم. تکستشو اینو میتونید سنتر داره، لفت داره، مثلا این لفته میتونید بیاریدش رایت. که البته الان چون اکستند کردیم همینجا نشون میده. اگر اینو من بیام اکستندشو بردارم این اعداد میاد این طرف، ولی وقتی اکستند روشن باشه همون طرف. مثلا میذاریم همون لفت باشه. اینم هیچی برای هیت مپه. هیت مپ هم که ما خیلی باش کاری نداریم. هیت مپ رو که وقتی روشن میکنین این اعداد رو اگر توش بندازین که الان خیلی ریزه. باید بیام اینو دوباره کمش کنم، مثلا کنم 6. این اعدادش اسمال کوچیک میشه. اینجا میتونید اعدادش رو لارج، کوچیک، بزرگ هر چقدر خاصی بذارید. لفت و رایتش هم که میتونید رایت بزنید میاد این طرف نمایش میده. اینم این پروفایل نود بارش هم رو همون 10 بذارید باشه. اینا اگر کوچیکش بکنید اینا کوچیک‌تر میشه. هیت مپ نود بافر اگر کم و زیاد بشه ببینید سایز اینها کم و زیاد میشه، بینشون فاصله میندازه. یا این برای پروفایله که اگر این روشن باشه اینم روشن باشه، این کوچیک و بزرگ بشه، این فاصله بین اینها کوچیک و بزرگ میشه. پس کل تنظیماتش رو گفتم. این باکس رنج هم اگر تیکش روشن باشه کل این باکسی که گرفتیم رو نشون میده. من اینا رو برمیدارم که خلوت بشه. این باکس کلش اینه. مثلا من اینو با آبی نشون میدم، این یکی و ولیو اریا رو مثلا با قرمز نشون میدم. این میشه باکس ولیو اریا. این باکس همین باکسیه که ما گرفتیم، رنجیه که گرفتیم. پس کامل توضیحات ابزار و منطق استفاده از این لول ها نودم هر چی که بود و کامل توضیح دادم. اینم که زمانیه که ما بهش دادیم. میتونید اینجا دستی بهش زمان بدید، میتونید برید اینجا اینجوری عدد بهش بدید. 2 و 3 مثلا یه بذار 3 و 3 میاد یه خورده جلوت. تاریخ بهش بدید. خب حالا چه تنظیماتی بذاریم استفاده کنیم؟ من خودم رو چه تنظیماتی میذارم اینجوریه. این روی کلوز این هست، این تیکش هست، این مشکیه. وی وب هست، اکستنده.
این دوتا نیست. اینم نیست. حالا اینم رنگشو میذاریم همون توسی، این ستام آبی. این تنظیمات رو انجام بدید. دوباره میگم این عدد 70 باشه. این عدد تغییری بدهید یا ندهید فرقی نداره، فقط سایز اون والیوم ها رو بزرگ و کوچیک کنید، تو لول ها تغییری نداره. این عدد حتما روی 66 باشه، اینو تغییرش ندین. اینو اگر تغییر بدین لول هاتون با لول های من متفاوت میشه. خب حالا مونده یه استارت تایم و اند تایمی که اونو بهتون بگم. برای یورو چه ساعتی بذاریم؟ خیلی ها گفتن ساعت شروع بازار. ببینید توی مارکت، توی این که ساعت های شروع و پایان نشون میده، میگه لندن 11 و نیم شروع میشه. تو این کاری نداریم. این میگه لندن 11 و نیم شروع میشه. بعضیا میگن لندن 9 شروع میشه. یکی میگه لندن ساعت 10 و نیم شروع میشه، چون ساعت های ایران رو یه ساعت کشیدیم عقب. یکی دیگه میگه نه لندن 10 شروع میشه. من کاری به اینا ندارم. یکی دیگه میگه اون مارکت سیشن رو میندازیم اینجا، هر ساعتی بود اون لندن. ببینید یه ساعت بهتون میگم راحتتون کنم و دیگه فقط از این ساعت استفاده کنید. هر که هر چی دیگه گفته بذارید کنار. یورو استارتش رو میذارید ساعت 10:30. هشتم میذاشتیم ما بعضی وقتا 9 هم میذاشتیم الان، اما از الان به بعد اینو بذارید که همه یه لول استاندارد با هم دیگه یکسان داشته باشن. پایانش رو چه ساعتی بذاریم؟ میذارید 19:30. این پایین رو بذارید 19:30، 10:30. حالا برای اینکه گیج نشید به این میگیم ساعت های یورو مدل A. مدل A من بنویسم، اینو بنویسید رو کاغذ. مدل A برای یورو و پوند. یورو و پوند. USD JPY AUD به USD کدم کلا سراغش نرید با این استراتژی، چون که لول ها خیلی نامعتبرن. مدل A برای یورو و پوند ساعتش چی شد؟ استارتش 10:30، پایانش 19:30. این مدل A. یه مدل B هم داره که دوباره میریم الان بهتون میگم. دوباره منطقه اینم بهتون میگم. پس دیگه از این به بعد فقط همین ساعت بذاریم. من دوباره یه توضیح بدم چون که میدونم خیلی گیج میشه. میتونید 8:30 هم بذارید، میتونید 9:30 هم بذارید، میتونید 10 هم بذارید، میتونید 11 هم بذارید. خیلی لول ها متفاوت نیستن وقتی که نیم ساعت این طرف نیم ساعت اون طرفه. چرا؟ چون که سقف اینجاست، کفم اینجاست. من ببینید اینجا وقتی سقفم اینجاست، اینو تا اینجا هم که بکشم عقب سقفم همینجاست. منطقشو گفتم دیگه، سقف و کف رو میگیره. اگر بیام بذارمش مثلا اینجا لول ها متفاوت میشه، چون دیگه این سقف رو نگرفته. لول یکم رو گذاشته اینجا، لول صفرم رو گذاشته اینجا. حالا اگر اینو من بیام بذارمش اینجا، یعنی یه کف اینجا داشتیم، یه سقف اینجا داشتیم، یه سقف، هیچ کدوم اینا رو نگرفتم. لول یکم شده اینجا، لول صفرم شده اینجا. اینجوری اشتباه میشه. ولی وقتی ما اینو میذاریم 10:30، این هم میذاریم 17 و 19:30، 7:30 و همون 19:30. ببخشید اگر من اشتباه گفتم 17 اشتباه گفتم، نمیدونم، چون که با 17 نزدک و طلا هم اشتباه میگیرم. پس درسته شد 10:30 تا 19:30 برای یورو. پوند چی؟ پوند هم همین دیگه. وقتی بری رو پوند این ابزار رو همون ساعت هست، 10:30، 19:30. خب ما رو این ساعت روی یورو
یه هفته بک تست چشمی، یکی از دوستان گفته بود بک تست چشمی چی هست، یه توضیح بده. ببینید بک تست، شما اگر میخواید بک تست بگید، یه مدلش با اکسپرته که میرید نصب میکنید روی متا تریدرتون، با اکسپرت میتونید بک تست بگیرید که بایو سل میزنید و میرید توی ریپلای گذشته چارت. یه مدلش اونه اکسپرت روی متا تریدر که اون با نرم افزار و ایناست. یه مدل دیگه رو همین تریدینگ ویو اکانت پودی میخرید، میتونید بیاید تو تایم فریم های زیر یک روز، یعنی بیاید مثلا 5 دقیقه 15 دقیقه، دوباره از این ریپلای استفاده کنید، برید هر جای چارتی خواستید بذارید، بعد اینجوری هی تیک تیک بزنید برید جلو و بک تست اونجوری بگیرید. یه مدل هم همینه که بک تست چشم، من اینو میندازمش روی چارت، هر روز چک میکنم میبینم، هیچ کار دیگه ندارم، فقط میبینمش. الان من اینو میرم یه روز به گذشته، الان اینجاییم، میرم ماه قبلی 31م، استارت تایم و اند تایمش رو گذاشتم روی 31م. واکنش ها رو من الان دارم بک تست چشمی میگیرم، همینجوری فقط با چشمم میبینم به این لول هایی که این ابزار میده آیا واکنش داشتیم یا نداشتیم. ببینید دوباره ساعتش همونه، 10:30 تا 19:30. خیلی سوال میپرسید این 10:30 19:30 برای یورو فرقی نداره. دوباره من میگم اینو من نیم ساعت گذاشتمش عقب، خیلی فرقی نداره، لول ها تقریبا همونن، 5 پیپ میره بالا پایین، ولی برای اینکه یکسان بشن همه و همه لول های یکسانی داشته باشن، میذاریم از این به بعد برای یورو و پوند شروعش 10:30، پایانش 19:30. جایی که مارکت اروپا دارن میبندن، بسته میشن کم کم بورسش و اینا. من مجبورم دائم تکرار کنم که کامل واضح و شفاف بر همه جا بیفته. ببخشید اگر کسایی که میدونن به من خورده نگیرن که چرا دائم داری توضیح میدی. خب بک تست چشمی الان دارم میگیرم، واکنش به این لول رو دارم میبینم. تایم فریم هم فقط 15 دقیقه. اگر رفتم 5 دقیقه تایم فریم هم متفاوت بود اشتباهه، باید برم رو همون 15 دقیقه. اگر 5 دقیقه و 15 دقیقه فرقی نداشت اوکی، رو همون لول ها. ولی اگر فرق داشت، اون لول هایی که روی 15 دقیقه به من میده معتبره. پس همیشه برای لول های روزانه فقط 15 دقیقه معتبره. اگر توی ویدیو میبینید من رفتم 5 دقیقه، چون که تفاوت خیلی نداشته 5 دقیقه و 15 دقیقه. یا اینه که این لول ها رو اینجوری برای خودتون مشخص کنید توی 15 دقیقه. حالا اون بالا یاری که اصلا چارت بهش نرسیده دیگه، من مشخصم که بعدش میرم تو 5 دقیقه. تو 5 دقیقه یه واکنش اینجا داشتیم، اینجا هم لول یکمون بوده، همون لول صفرمون بوده، هم تو همون 15 دقیقه. اگر که من برم 15 دقیقه، این همون لول صفرمون. خب میبینم اینجا واکنش ها اوکی بود، قشنگ بوده، میشده گرفتش. حالا من اینا رو پاکش میکنم که نباشه رو چارت شلوغ نشه. اوکی، من این روز رو بک تست چشمی گرفتم، حالا میرم یه روز قبل‌تر، تنظیمات اینو بزنمش رو 30م، اینم رو 30م، ساعتش همونه، ساعتش رو دستکاری نکرد. دوباره اینجا دارم بک تست چشم میگیرم، مارکت که باز میشه چه ساعتی باز میشه، اینا مهمه تو بک تست چشم میگرفتن. میخوام سریع یه ابزار رو تستش کنم. ساعت 10:30 میشه، 9:30 11 بورس لندن داره باز میشه، میاد اینجا یه دونه پول بک میزنه، میخواستم بگم بک تست، یه دونه پول بک میزنه رو همین ساعت میره بالا، برگشتش دوباره میاد رو همین ساعت، اینجا رنج میسازه میریزه، دوباره رو این ساعت واکنش داریم. ما کی میتونیم باش ترید داشته باشیم؟ همون اوایلش که مارکت داره باز میشه، رو اینجا میشه ترید کرد، یا رو این وی وپ رو قبلا گفتم تو ویدئوهای قبلی، میاد نقدینگی زیر پوینت آف کنترل رو برمیداره، وی وپ هم هست، میره بالا، پول بک میره. این یورو برای یه روز دیگه. حالا میریم دوباره
یه بک تست چشمی ساده، دوباره میریم روی مثلا اینجا که ساترده یا سانده یا ساترده اینا تعطیل مارکت، میریم جمعه، اینجا روزش رو نوشته از اینجا میتونید بفهمید جمعه 27م، این هم میریم رو 27م. دوباره اینجا رو گرفتیم که توی این روز ترید کنیم. یورو میاد ساعت 10:30 که میشه روی وی وب میاد پایین پوینت آف کنترل یه نقدینگی بر میداره، میره این بالا پول بک میزنه و دوباره این لول هم که دیگه خیلی واضح و شفاف واکنش بهش، و اگر پرایس اکشن بلد باشید میدونید که چقدر این لول ها مهمه. اگر هم پرایس اکشن بلد نیستید که مشخصه شما مبتدی هستید، باید ببینین اصلا کلا دوره های مقدماتی بگذرونید. نقدینگی بر میداره، پول بک، این لولیه که ما داشتیم اینجا یه بیسی ساخته رفته بالا پول بک و تمام. تمام اینها نقاط ورودی هن که میتونن به ما بدن. اگر نقطه ورود بلد نیستید، تایید کندلی گرفتن بلد نیستید، دوباره میگم شما مبتدی هستین، باید برین دوره های مقدماتی فارکس رو ببینید. این دوره مناسبی کسایی که حداقل 1 سال سابقه ترید داشته باشن. میریم یه روز قبل تر دوباره بک تست چشمی. قرار شد بک تست چشمی بگیرین، برین 1 ماه روی چارت توی دمو فوروارد تست روی دمو ترید بکنید، مطمئن بشید. حالا من که مطمئنم، دانشجوهای منم که مطمئنم، حالا شما میخوای مطمئن بشی 1 ماه فوروارد تست حتما باید بگیریم. فوروارد تست هم اینه که دیگه میشینی هر روز با همین استراتژی ترید میکنی، بعد تو ژورنالت میفهمی که سود ده هست یا نیست. مارکت باز میشه 10:30، میاد بالا نقدینگی بر میداره، نقدینگی کف رو بر میداره، میره بالا. این هم یکی از ستاپ های دیگه بود. دوباره اینم بک تست چشمش تموم شد، میریم یه روز بعد، یه روز قبل تر. 1 هفته رو من براتون اینجوری بک تست میگم که شما بدونید. خب اینجا شروع شده 10:30 که مارکت 10:30 11 یا 9 یا هر چی که اساتید خودتون میدونید مارکت لندن باز میشه. چارت اینجاست و اصلا به اونجا نرسیده. ما میخوایم 10:30 ترید داشته باشیم و نزدیک لول هم نیستیم. اینجا مدل بی میاد تو کار. مدل بی چه مدله؟ اینه که بهتون میگم. اینا رو من نشستم مدل بندیش کردم که همه با هم یکسان بتونیم لول ها رو داشته باشیم. خب یادداشت میکنیم که شما اینو یادداشت کنید. مدل بی، یورو و پوند، استارت تایمش 17 روز قبل، اند تایمش 10:30. اینو یه جا مرتب خوشگل برای خودتون بنویسید. حالا من اینجا اینجوری نوشتم، ببخشید. مدل بی شد. پس این کی از مدل بی استفاده میکنیم؟ همه الان توضیح دادم. وقتی که میخواد مارکت لندن باز بشه و هنوز قیمت خودشو نتونسته به نزدیکی لول ها برسونه، مدل بی رو استفاده میکنیم. بهش میگن تحلیل پری مارکت، تحلیل گذشته همون نزدیکترین زمان به مارکتی که میخواد شروع بشه. پس این 10:30 شد، این یکی شد 17. چرا 17؟ 17 جاییه که فعالیت بورس آمریکا شروع میشه. نزدک و داو جونز معاملاتشون از 17 شروع میشه. ما میذاریم در واقع مارکت نیویورک رو میگیریم، شروع نیویورک، آسیا و توکیو، آسیا و سیدنی و توکیو تا 10:30 که لول های اینو به ما بده بتونیم با این ترید انجام بدیم. پس این ساعت ها رو دیگه تغییر ندین. اگر مدل بی شد 17 تا 10:30، ببینید 17 مال روز گذشته است.
این خط چین رفتیم تو روز بعدی. 17 مال روز گذشته، 10 و نیم مال امروزه. حالا میخوایم ببینیم چه اتفاقی میفته. میاد به همین لول وی المون یه احترام میذاره، میاد این پایین نقدینگیشو بر میداره، میره تا وی وپمون، دوباره میاد تا همین کف. روی اینا میتونستید اسکر کنه. حالا این روز معاملاتی که دارم میگم خیلی رنج بوده، معمولا تو این رنج های کثیف که ساخته میشه استاپ میخوریم. خیلی روی اینجا اعصابتون خورد نشه، یه معامله باز کردین استاپ خوردین، ولش کنین تا به لول بعدی برسه. ولی این وی وب خودش یکی از ستاپ هامون بوده. این کف اگر میتونستی باید بشه که بعدش با این شادو احتمالا استاپ خورید. بهترینش که اون روز میتونستیم بگیرین این بوده. من هیچ وقت ادعا نکردم که با این ستاپ استاپ نخواهید خورد، استاپ هم میخورید. که هر موقع هم استاپ خوردیم بگین نوش جونم، از پای چهار پاشیم بریم یه دوری بزنیم یا فردا بیایم دوباره میریم یه روز قبلتر. خب ساعتش رو درست کنم، ساعتش رو میذارمش دوباره برمیگردیم به همون مدل A مون. اساسمون مدل A. اگر که مدل A جواب نداده بود، نزدیک نبود، ساعت 10 و نیم که بورس میخواد شروع بشه، بورس لندن میخواد شروع بشه، ناحیه اروپا میخوان شروع بشن، نزدیک لول ها نبود، میای مدل B رو اجرا میکنیم. یعنی 24م دوباره 10 و نیم میشه، مارکت ریزش پول بک به همین سطح. بذارید من اینو کامل بازش کنم. پول بک به وی المون، ادامه ریزش. این هم دوباره یکی از همون سه تا بود که گفتم، ریزش پول بک، اینو میگیریم. ما با شکست ها وارد نمیشیم، اگر شکست میذاریم هر چقدر خواست بریم. برگشت پول بکش اگر تاییدیه کندلی داد وارد میشیم. تاییدیه کندلی هم فقط در صورت شما بلد هستی که دور پرایس اکشن رو دیده باشیم، دورهای پرایس اکشن رو. که حالا من تو دور خودم بیس پرایس اکشن رو آموزش دادم، ولی اگر مقدماتی ندیده باشین مشکل دارین با اون نقاط ورودش، استاپ زیاد میخورین. میریم یه روز قبلتر. دوباره مدل بی رو باید اجرا کنیم. چرا؟ چون ساعت 10 و نیم میشه، میخوایم لندن ترید انجام بدیم، خیلی قیمت دوره از اینجا. میریم مدل بی، اینو میذاریم 10 و نیم، استارتمون رو میذاریم 17. دوباره میگم چرا 17؟ مارکت نیویورک شروع شده، بعدش توکیو رو داریم، سیدنی رو داریم، توکیو رو داریم، تا قبل از اینکه نیویورک بخواد شروع شه. خب اینجا وی اچمونه، ساعت 10 و نیم میشه، میره نقدینگیشو بر میداره با این شادویی که میبینید که رفته نقدینگی برداشته. خیلی میگن اینجا ما هاند شدیم. و بعدش ریزش میاد، کلا وی وپو انقدر ریزش شدیده که وی وپ هم رد میشه، این ساعت هم رد میشه، پول بک. یعنی اگر اینجا سل داشتی تیپیت میشده این کف یا رو اینجا یا رو وی وپ، سل بعدی دوباره اینجا اینو که شکسته پول بک زده دوباره ریخت. که حالا چرا اینجوری ریخته؟ چون که دوتا خبر داشتیم اون روز. فاندامنتال هم باید حتما چک کنید، پی ام آی داشته میومده. خب اینم از این. پس با مدل A و مدل B برای یورو و پوند آشنا شدیم. الان پوندم بریم همینه دیگه، من پوندو بک تست نگیرم، خودتون بریم بک تست بگیرید. این پوند هم دقیقا همین اتفاق افتاده. مدل بی رو اجرا کردیم برای این روز، ریخته. حالا پوند یکم تمیزتر پول بک مثلا به پوینت آف کنترل هم داشته، بعدش ریخته. اینجا مدل رو وی و پوینت آف کنترل ریخته دوباره اینجا. این لول ها برای کسایی که 1 ساله یا بیش از 1 ساله که دارن ترید میکنن شاهکاره. مطمئنم الان همه میگن یا اول این چه استراتژی، برگاشون میریزه.
لول ها اینقدر واضح و شفافه که تعجب انگیزه. میریم پوند، و حالا یه 2 3 روزم رو پوند بک تست چشمی بهتون نشون بدم که یه خورده البته این ساعتش باید برای یک روز دیگه میذاریمش، قرار شد ساعتش رو بذاریم 19:30. مدل A استاندارد 19:30 میذاریم، اونم میذاریمش 10:30. ساعت 10:30 اینجا یه رفت و برگشت ریزش، اینو اگر برید تو تایم فریم پایین تر، برید تو 5 دقیقه اینجا پول بک زده، مطمئنم که پول بک داریم. خب این سطوح کلا تغییر کرد چون اومدم تو تایم فریم 5 دقیقه، ولی اینجا پول بک ده که باز هم میگم برای نقاط ورود تاییدیه کندلی میخواد، تاییدیه کندلی هم پرایس اکشن باید بلد باشید. یه روز دیگه 10:30 میشه، دوباره اینو میتونیم مدل، اگر 10:30 میخوایم ترید انجام بدیم مدل بی رو باید انجام بدیم، اینو بکشیم این طرف، پری مارکت همون روز رو ترید کنیم. 10:30 اینم بیام بذاریمش روی 17. این چقدر لول ها خوبه. 10:30 میشه، رنج کثیفی اینجا داریم ولی رو همین لول هاست، میره تا سقف لول، دوباره برگشتش روی وی وپه، دوباره سقف لول. تمامش اینا سه تا با یک آموزش دادم، با یه دونه شد و نقدینگی این پایین برداشته میشه و بعدش میره بالا، دوباره اینجا با 2 تا شد و نقدینگی برداشته میشه. خب سوال بعدی که پرسیده بودین من نوشتم اینجا، این استراتژی برای چه کسایی خوبه، که گفتم برای کسایی خوبه که حداقل 1 سال سابقه ترید دارن و فقط لنگ استراتژی هن. اگر میخواین تازه شروع بکنید باید برید دوره های مقدماتی کسای دیگه رو ببینید، یا تو دوره خودمون شرکت کنید که اه، از 0 تا 100 آموزش داره، روانشناسی داریم، فاندامنتال آموزش داریم، تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن بر اساس عرضه تقاضا و والیوم پروفایل، سبک های مختلف ترید آموزش میدیم و پشتیبانی 1 سال هم داره. بک تست چشمی هم که گفتم همینجوری لول ها رو یکی یکی میرین عقب. نقاط ورود چه جوری تاییدیه بگیریم سوالتون بوده که حتما باید پرایس اکشن پیشرفته یا حداقل پرایس اکشن کلاسیکو بلد باشین، اورگای کندلی رو بلد باشین. میگم باید 1 سال با چارت سر و کله زده باشین تا ارزش اینو بدونید چقدره، ارزش این استراتژی رو. میتونیم تجمیع 2 روز قبل رو داشته باشیم، تجمیع 2 روز قبل رو مثلا یکی از دوستان گفته بود که اگر بریم، بله میشه. ببینید من یه آچار فرانسه به شما دادم که شما دیگه با این آچار فرانسه هر کاری خواستی میتونه انجام بده. البته من این آچار فرانسه ندادم، این آقای لویاتان به شما داده که واقعا من دستشو میبوسم اینقدر که این ابزارش خوب و دقیقه. من میتونم این رنج رو داشته باشم. ببینید وقتی که مثلا میرم من توی نزدک، ببینید نزدک چند روزه که رنج من از فکر کنم اینجا بودیم گفتم نزدک دیگه کم کم میتونه صعودی بشه، خیلی ریخته بود. میتونید بیاید برای خودتون تحلیل این یه تیکه رو داشته باشید، لول های اینجا رو داشته باشید. ببینید کل این رنج رو من گرفتم. ببینید این دوباره میگم این ابزاری که من دارم معرفیش میکنم شبیه به آچار فرانسه ایه که دیگه شما اون مکانیک با آچار فرانسه خودش میدونه که چه جایی با آچار فرانسه کار کنه. یه جایی حساسا چکش نداره فهمده با آچار فرانسه میخ میکوبه. استفاده از این ابزار رو اگر منطقش رو یاد گرفته باشین دیگه 1000 یا 1000 مدل میتونه ازش استفاده کنید. یه ابزار اندازه گیریه.
مثلا این رنجی که ما اینجا داریم، من این رنج رو میخواستم ببینم که لیول هاش به چه صورته. مثلا اینجا یه رنجی داشتیم دیگه، حالا اینجا یکم رو به بالا بوده. چون بندازید حتی ما با این ابزار لیول های هفتگی هم با همین پیدا میکنیم، لیول های ماهانه هم با همین پیدا میکنیم، که حالا تو همین ویدیو لیول های ماهانه رو هم براتون میذارم. این رنج رو میتونید داشته باشی، مثلا لیول های برای خودت داشته باشی، این یک روز کامل رو میتونی داشته باشی، میتونی 2 روز رو بگیری اینجوری برای خودت لیول ها رو داشته باشی. سوال بعدی، تایم فریم طلا. خب بریم تایم فریم طلا رو هم توضیح بدم که این ویدیو خیلی داره طولانی میشه، ولی انشالله که میتونم آپلودش کنم. تایم فریم طلا رو هم دوباره این ساعتی که میگم همه از همین ساعت استفاده کنیم که سطوحمون یکسان باشه. باز هم خیلی حساسیت نداشت، میتونید نیم ساعت این طرف نیم ساعت اون طرف بذارید، خیلی تفاوتی نداره، چون که مهم اون سقف و کفیه که تو اون تایم فریم شکل گرفت. اما ساعتی که برای طلا میذارید صبح، اینو من بیام این طرف، این روز قبلی صبحش رو میذاریم ساعت 9. دوباره طلا هم مدل A و B رو معرفی میکنم که راحت بتونید استفاده کنید. 11 و 23 و 30 یا 11 و نیم end تایمش. شروعش 9. حالا دیگه نپرسید چرا 9. من خودم این ساعت رو استفاده میکنم، به شما همین رو توصیه میکنم. بذارید 9 end تایمش 23 و 30. دوباره می نویسم. بذارید مدل A طلا 9 و end تایمش هم 23 و 30. اینو یه جا بنویسید که فراموش نکنید. مدل A برای طلا. میریم الان ببینیم واکنش. خب من این سطوح قبلا خطش رو فکر کنم کشیده بودم توی تایم فریم 5 دقیقه. روی ببخشید روی نزدک هم من اشتباهی بود میرفتم رو طلا، روی طلا، ولی خب ابزارا الان تایمش همون 23 و 30 و 9. شروعش همون لیول هایی که بهمون داده. یکیش این بوده 1991 که من 3 تا خط کشیدم، 3 تا خط مشکی میکشم و خطوطم بهتون گفتم وقتی که یه خط میکشین شیفت رو میگیرین، این صاف میشه دیگه، کج نشه. میایم تا اینجا و توی ستینگش اگر برین پرایس لیبلش رو روشن میکنین تا قیمتش هم بهتون نمایش بده. اینجا این قیمت ها رو داشته باشین. تمام این لیول هایی که ثابتن. خوبیه این استراتژی اینه که این لیول ها ثابتن، ما ثبت میکنیم قیمت خودش رو برسونه به این لیول ها، بعد ترید انجام میدیم. VH point of control VA. همینو اگر من برم یه روز قبل تر 30 بذارم و اینم بذارم 30، دوباره همونه. این لیول هایی که برای این روز داشتم VH point of control VA. حالا این کوارت رو مثلا یکی از جاهایی که من میتونم استفاده کنم اینه که الان روشنش میکنم، اینم میزنم و این لیول ها رو وقتی قیمت رفت بالا، یکیش اینجا تیپی 1 تیپی 2 تیپی 3 به همین جا هم رسیده، واکنش داده و بعدش ریخته، یا وقتی داره میریزه دوباره تو تایم 15 دقیقه. اینو من اینو چند بار گفتم، اگر توی یک ویدیو دیدین که من رفتم تو 5 دقیقه، چون که 5 دقیقه با 15 دقیقه خیلی فرقی نداشته لولش. اصل و اساس و پایه و بیس تحلیل های ما تو تایم 15 دقیقه هست. لول ها رو تو 15 دقیقه میبینیم. از این کوارتر رو این گزینه ها تو 15 دقیقه برای خودمون مشخص میکنیم. اگر خواستیم مثلا
من اینا رو استفاده کنم، این خط رو کپی ازش میگیرم میذارم روی این لول ها، بعدش میرم تو 15 توی 5 دقیقه یا توی تایم فریم دیگه اینو برش میدارم. ببینید واکنش ها رو. خب دوباره یه روز دیگه من اینا رو برمیدارم که شلوغ نباشه. چارتتون سعی کنید همیشه خلوت خلوت باشه. دوباره این 2 روز که تعطیل بوده میریم 27م. خب مدل A روی طلا در تاریخ 27م پاسخگو نبوده. چرا؟ چون که مارکت اینجا بوده ساعت 5 بوده و هنوز خودشو به این سطح نرسونده. مدل B رو استفاده میکنیم. مدل B برای طلا چیه؟ می نویسم یادداشت کنیم. مدل B طلا ساعت شروعش 23:30، ساعت پایانش 17. 2 تا 0 مثلا 23:30 17. اینو بنویسید یه جا. مدل B. مدل B هم که توضیح دادم چندین بار کی استفاده میشه. مواقعی که بازار داره باز میشه، بازار طلا ساعت 5 داره باز میشه، ما با کاری به ساعت لندن نداریم. 10:30 روی طلا نریم بهتره. میتونیدم برید ولی نرید بهتره. میایم اینجا لول ها رو میذاریم رو مدل B. ساعتش رو میذاریم 5. این هم میذاریم 11:30 یا همون 23:30. دقت کنید این 23:30 میره روز قبل، این یکی میره روز بعد. حالا این چرا 30 اکتبر این 27 اکتبر؟ چون این جمعه بوده، شنبه یه شنبه تعطیل، یعنی 28م 29م تعطیل، 30م. خب لول ها به این صورت شد دیگه. از 5 به بعد من با این لول ها کار دارم. قبلش نه. تایم لندن این لول ها دائم داره تغییر میکنه، چون که میذارید اینجا توی حال حاضر مارکت. اگر این ابزار رو بذارید این لول ها متغیرن. ما لول هایی میخوام که ثابت باشن. از 5 به بعد ساعت 5 که میشه میاد این پایین نقدینگی بر میداره، این بالا نقدینگی بر میداره، یه رنج کثیفی بعدش میسازه. پس این هم مدل B. الان مثلا من میرم روی نزدک، مدل B نزدک و داو جونز هم توضیح میدم. مدل A داره، مدل B داره. این الان نزدک رو سقف خیلی فاصله داره میره بالا. من این خطا رو بذارید. مدل A مون برای نزدک و داو جونز و S&P اینه که بذاریم روی 4.5 16:30 و این طرف هم بذاریم 23:30. 3 تا سطح به من داده. 1 2 تا 3 تا VL پوینت آف کنترل VH. اما قیمت اون کجاست؟ خیلی بالاه. ساعت الان 1. برم روی مدل B. احتمالا تا ساعت 5 قیمت همینجا باشه و به اینجا نرس. پس این مدل A یه بار می نویسمش دوباره اینم، چون که میدونم خیلی سوال میپرسید چه ساعتی بذاریم، چه تایم فریمی بذاریم. تایم فریم همیشه 15 دقیقه، همیشه برای همه چارت ها. اگر میخوایم لول های روزانه مشخص بشن تایم فریم 15 دقیقه. اگر توی یک ویدئویی دیدین من تو 5 دقیقه دارم رو لول ها توضیح میدم، چون که 15 دقیقه با 5 دقیقه لولش تفاوتی نداشتن. اگر تفاوت داشتن من نمیرفتم تو 5 دقیقه، تو هم 15 دقیقه توضیح میداد. خب مدل A نزدک
داوود جون، داو جونز و اسنپی انگلیسی می نیست. ساعتش مدل A 16:30 شروع میشه تا 23:30. مدل A. مدل B به چه صورته؟ B هم یه جا یادداشت کنید لطفا. شروعش 23:30 روز قبل. اینا رو دقت داشته باشین. تمام مدل بی ها ساعت استارتشون مال روز قبله و این تایمش میشه ساعت 17. خب اگر روی حال حاضر مارکت من الان بخوام مدل بی رو اجرا بکنم، لول های متغیری میده و این ابزار اصلا نمیذاره من اینو برم تا 5. چون که این خط آبی رو من گذاشتم رو ساعت 5 که شما ببینید. من باید صبر کنم ساعت 5 بشه. به وقت تهرانم هستیم. این 3:30 وقت تهرانه. اینم خیلی پسته بودین که رو چه تایمی بذاریم. این تهران باشه حتما. روی نیویورک نذارید، تهران باشه. ساعت 17 باید وایسم به این زمان برسیم. قیمت احتمالا یا همین جاست یا یه خورده پایین تره. به اینجا احتمالا نرسیم چون که چارت خیلی سعودیه. بعد میام این ابزار رو میذارمش اینجا. این تایمش رو استارتش هم 23:30. ببین الان یه سری لول به من داده ولی این لول ها معتبر نیستن. چرا معتبر نیستن؟ چون که هر چقدر حجم مارکت در حال حاضر متغیر باشه، این لول ها هی تغییر میکنن. این لول ها ثابت نیستن. الان این لول ها تا ساعت 5 کوچیک و بزرگ میشن، میاد پایین، اون میره بالا، این میره پایین، چون هی حجم داره متغیر میشه. خرید و فروش ها داره همین الان انجام میشه. ما کلا اینا باید بذاریم روی قبل. یعنی اگر ساعت 5 گذاشتیم دیگه اون لول ها برای ما میشن لول های مهم پری مارکت. میشه لول لندن، لول توکیو، لول سیدنی. تجمیع تمام اون لول ها رو بهمون نشون میده. معمولا مارکت میخواد بره سقف و کف اونجا نقدینگی برداره. نکته خیلی مهمی گفتم، نمیدونم واضح گفتم متوجه شدین یا خیر. پس اینم از این 11:30 میذاریم. دوباره میریم برمیگردیم به لول مدل A. من الان اینو بک تست چشمی میخوام بگیرم. میرم 31. اینم میرم 31. مارکت یه بار رفته به سقف، واکنش داشته، اومده پایین، روی وی وب نقدینگی برداشته و رفته بالا. که حالا این خود هم که من کشیدم که به این صورت. دوباره میریم روزه قبلتر. اون خطوطی هم که من میذارم همینه. 3 تا خط میذارم و تمام. دوباره مارکت رفته بالا اگر میخوام برم تو تایم فریم پایین تر حتما این خط ها رو میذارم. میخوام برم تو تایم فریم پایین تر، واکنش به وی وپش رو ببینم چه جوریه. الان تو تایم فریم 5 دقیقه مثلا یا 1 دقیقه هم که برم همین وی وپ هست. ولی دیگه من به این لول که رفته بالا کاری ندارم. حالا اینجا شانسی این لول 5 دقیقه هم اوکی بوده، استاندار بوده، ولی معمولا 15 دقیقه ها بهتر. این رفته بالا نقدینگی برداشته رو وی وپ، دوباره رفته بالا. برگشتش دوباره روی پوینت آف کنترل بوده. مارکت ساعت 5 باز میشه، یه نقدینگی از این بالا برمیداره، میاد اینجا، دوباره میره سقف، دوباره میاد پول بک روی پوینت آف کنترل و با همین رو میتونید خیلی راحت ترید کنید. دوباره میرم تو پایین فریم 15 دقیقه، میریم یه روز قبل ترش، دوباره اونم بک تست چشمی. این 2 روز که تعطیله، شنبه یک شنبه میریم 27 هم که میشه جمعه.
دوباره سه تا ساعتی که مشخص بوده با خط کشیدم رو خطا رو برمیدارم. اینجا بوده ساعت 5 میشه، مارکت بوم میره بالا. خب حالا اینجا که رفت بالا، این ابزاری که من ازش استفاده میکنم اینه، این کوارتر رو روشنش میکنم. این هم روشنش میکنم. ببینید واکنش رو تایم فریم 15 دقیقه این دوباره اینو نپرسید از من، نگید من رفتم تو تایم فریم 5 دقیقه این لول ها فرق کرد. اساس ما 15 دقیقه است. ساعت 5 میشه نزدک انفجار میره بالا تا این لول. اگر اینجا بای گرفته بودی تیپی یک، تیپی دو، تیپی سه، دقیقا تا همینجا میاد پایین. وقتی میگم مارکت به این لگ های حرکتی احترام میذاره، دقیقا منظورم همینه. حالا این تو تایم فریم پایین تقریبا دیگه نمیرم، ولی واکنش ها به این لول ها همینه. یعنی بر اساس همین گام های حرکتی که سقف و کف دیروز رو گرفته تقسیم بندی کرده، میگه رو همین تقسیم بندی اگر این شکسته شد میره تا این، اگر این شکسته شد میره تا لول بعدی، اگر این برگشت میاد تا لول بعدی، برگشت میاد تا لول بعدی. خب اون چقدر راحت سقف نزدک رو میتونستید مشخص کنید. حالا اونایی که آی سی تی و آر تی ام و اینا، یه کسایی هم میشناسم که 4 5 سال درگیر آر تی ام و آی سی تی هن، هنوز نمیتونن لول برای خودشون مشخص کنن. فکر میکنن که حتما باید ببینن. ولی این خیلی مهمه، نکته مهمه این استراتژی اینه که ما لول ها رو داریم، از شروع روز داریم. من این ابزار رو گذاشتم اینجا، این لول ها رو از شروع روز دارم دیگه، اینو من برش میدارم. حالا مثلا لول های بیرونی هم میتونم بیام اینجوری برای خودم مشخص کنم. یکم مثلا این خطا رو مثلا بذارمش خط چینش کنم و بعد من اینو برمیدارم. حالا میرم تو تایم فریم 5 دقیقه. چه سبکی؟ آیا ایچیموکو، آیا الیوت، آیا آی سی تی، آیا هر سبک دیگه که کار میکنین اینجوری به شما لول ها رو میده؟ به هیچ عنوان. من سالها وقت گذاشتم، راهن با اقسام سبک ها وقت گذاشتم. ساعت 5 میشه میاد زیر پوینت آف کنترل، نقدینگیشو برمیداره میره بالا. این توی پول بکه دیگه، این تو تایم فریم 1 دقیقه برین یه پول بک زده، دوباره رفته بالا، دوباره رفته بالا. رو همین لول دوباره برگشته. اینجا تایید یک کندلی میتونستیم بگیریم، دوباره برمیگرده میاد پایین. من مطمئنم روی این استراتژی، اگر که همونطور که دارم الان باز خوردم میگیرم، کسایی که ترید بلدن حداقل 1 سال وقت گذاشتن با چهار سر کله زدن و اقسام سبکا رو دیدن، قدر این استراتژی رو خیلی میدونن. همونطور که دمشون هم گرم، میان تشکر میکنن، میان بازخورد میدن. خیلی مهمه این استراتژی که اگر بتونید باش مچ بشین رو هر چارتی. نزدک و داو جونز بود، نفت و من حالا تو ویدئوی بعدی اگر شد براتون میگیرم. ساقه ین و استرالیا و کانادا نرین. یورو پوند معمولا هم ایرانی رو همین ترید میکنن دیگه من ندیدم مثلا چارتی به جز اینا برن. و تمام. که ببینم که سوال دیگه ای دارید. آن این ویدیو طولانی شد، ولی خب دیگه شما اگر خسته شدین برین آبی چای چیزی بخورین. تایم فریم طلا رو گفتم. یه سوال پرسیدین که پراپ رو چطوری پاس کنیم. اگر میخواین پراپ پاس کنیم باید دوره رو خریداری کنین کامل. کوچ و منتورینگ دانشجویان دوره با من هستش که بتونن پراپ رو پاس کنن. پراپ مهمترین نکتهش درو دانشه و مدیریت ریسکشه. و یه سوالی که پرسیدین که از گو چارت میتونیم استفاده کنیم. گو چارت رو ابزار سایت گو چارت، گو چارتینگ یه سری دیتا های خوبی داره که پولی هم هست و پول بدین بخرین یه سری دیتا هاشو. و مثلا دام داره. دام چیه؟ باز اگر مبتدی باشین که نمیدونین، اگر تریدر
پرایس اکشن هم باشه خیلی دام به درد من نخورد. یعنی یا من بلد نیستم باش کار کنم، خیلی هم روش وقت نذاشتم. دپاپ مارکتو داره که حالا اونایی که بیشتر با نینجا و فوت پرینت و اینا ترید میکنن این به دردشون میخوره. و یه دونه فیکس رنج داره، مثلا توی اندیکاتور والیومی که به درد بخور باشه و رایگان باشه من پیدا نکردم. ولی میتونید بیاید اگر تو گو چارت دارید ترید میکنید میتونید بیاید، من اینو چک کردم دیدم لول های دقیقی از این ابزار فیکس رنجش استفاده کنید. فیکس رنجی که توی تریدینگ ویو هست، اینجا ما یه فیکس رنج داریم، این هم هست. این اطلاعاتش خیلی خوب نیست، یعنی لول هایی که نشون میده لول هایی معتبری نیستن، ولی فیکس رنج این سایت گو چارتینگ حتما هر چی که آوردین برای اواندا باشه. ببینید اواندا، من بازم تاکید میکنم، خیلی‌ها میرن چارت بروکرهای دیگه رو میارن میگن این ابزارها اطلاعاتش خوب نیست و فرق داره. حتما اواندا باشه، فقط اوندایی که این دیتا رو ارائه میده، بقیه بروکرها این دیتا رو رایگان به ما ارائه نمیدهند. حتی همین گو چارت هم والیوم پروفایل یه سری ابزارش پولی، ولی این فیکس رنج رو میتونید بیاید بذارید همون جوری که من گفتم. مثلا یه نمونهشو اینجا گذاشتم، ساعت شروعش میشه 23:30، این پایین باید ببینید رو محور زمان 23:30 و این طرف هم 16:30. این لول ها رو من دیدم اوکی بود با همون لول هایی که ما توی تریدینگ ویو هم داشتیم، همونه. ساعت 5 میشه مارکت باز میشه، میاد نقدینگیشو برمیداره، میاد اینجا پول بک هم میره. پس اگر از گو چارتینگ خواستین استفاده کنین یا دارین استفاده میکنین میتونین با این ابزار فیکس رنجش روی همون ساعت هایی که گفتم مدل A و B بندازین و استفاده کنین. خوبی این گو چارتینگ اینه که میتونین چند تا اندیکاتور داشته باشین همزمان، که من اصلا خیلی اندیکاتوری نیستم و کاری هم به کار اندیکاتور ندارم. خط روندم کلا من استفاده نکردم، اینم سوال یکی از دوستان بود که میگفت با خط روندم میشه ترید کرد. من استفاده خیلی نکردم، خیلی بهینه نیست خط روند ها دیگه. شاید 4 5 سال پیش خط روند خوب بود ولی الان من دیگه ازش نتیجه نگرفتم، کلا گذاشتمش کنار. و همین دیگه. چی؟ گو چارتینگ رو گفتم، پراپ رو گفتم، تایم فریم طلا رو گفتم، یورو رو گفتم، مدل های A و B رو گفتم. این استراتژی به درد چه کسانی میخوره رو هم گفتم. نقاط ورود و خروج و ساعت هم گفتم. تایمتون 3:30. من دارم ویدیو میگیرم دیگه، انتظار دارم این پایین خودتون ببینید. 3:30 میشه تهران. باز میپرسید اینو بذاریم روی نیویورک؟ نه، روی تهران باشه. و همین. بریم یه بررسی داشته باشیم روی لول های هفتگی که من این خط آبی رو برش دارم. لول های هفتگی که خدمت دانشجویان بود توی استوری اینستاگرام هم این هفته گذاشتم. این لول های هفتگی هن که میتونید با همون ابزار بذارید شروع هفته تا پایان هفته و لول ها رو داشته باشید. این پوینت آف کنترل هفته بوده که میبینید واکنش چقدر خوب بوده. روی چارت نزدکیم تایم فریممون هم 1 ساعته است. برای لول های هفتگی تایم فریم 1 ساعته. چندین و چند بار به اینجا واکنش داشتیم، دوباره به این لدرمون واکنش داشتیم، به اینها میگیم پله های نردبان یا لدر، به این ل- طوسی رنگ ها. دوباره اینجا واکنش داشتیم، میشکونه پول بک داریم، با این شد و مشخصه که این پول بک بوده. و دوباره به همین لول ببینید چقدر دقیق احترام میذاره. اگر ما تایم فریم پایین ترم بریم اینجا دقیق میخوره، میریزه، دوباره میره بالا. و فعلا رسیدیم به این لول که حالا باز هم میتونید از این لول ها استفاده کنید، از این اعداد اسکرین شات بگیرین، اینا تا ادامه هفته تمام بشه معتبرن. بریم روی لول های هفتگی داو جونز هم ببینیم. باز میگم این لول ها رو ما از اول هفته داریم. استراتژی خوبه که کاملا ابجکتیو و مکانیکی باشه. ابجکتیو یعنی اینکه ما بدونیم که این لول
لول مهمیه و خیلی تحلیلی محور نباشه، تحلیل رو کرده باشی و دیگه منتظر مکانیکی شدن استراتژی باشی اتفاق بیفته و وارد بشی. خب واکنش ها رو میبینی چقدر خوبه. دوباره این پوینت آف کنترل وی ال هفته، وی اچ هفته، فعلا این پول بک. یعنی من دوباره یه پول بک هم، باز این جزء اون آموزش هایی که باید کسایی که حداقل دور مقدماتی گذرانده باشن میدونن که ما پول بک هامون قرار نیست دقیقا بیاد رو سطح. مثلا ما اینجا یه سطحی داریم، قیمت میاد بالا، قرار نیست بیاد این پول بک بشه. میگم پول بک معمولی ساده. یا مدل پول بک داریم که بیرون زده میشه، یه مدل پول بک داریم که میاد داخل دوباره میره بیرون، که این مدل پول بکه که بیرون زده شده. پول بک هایی که اکسترنال هستن یا بیرون زده میشن و میرن، نشان از قدرت خریدارها داره، یا اگر این برعکس بود قدرت فروشنده ها. خب و لول های، دوباره این لول ها رو میتونید داشته باشید برای ادامه هفته، میتونید روش ترید کنید. اینجا طلا رو ببینیم توی لول های هفتگی. روی وی اچ مون یک رنج کثیف ریزش تا پوینت آف کنترل و بای داشت. دوباره ریزش میاد اینجا تا نزدیکی های وی ال میره، دوباره برمیگرده و این خدچین هم، این خدچین ها لول های ماهانه ما هستن یا سالانه ما هستن. این لول رو من از اول سال داشتم. اگر برم توی هفتگی، این کفی که اومد خود رفت بالا، من استوریشم گذاشتم، این یکی از لول هامون بود. 1831 یکم پایین تر رفت ولی کلوز کندل اینجا بود و بعدش هم با یک هفته کندل اینجا، جاییه که جنگ حماس و اسرائیل شروع شد. این خط رو برش دارم. دوباره لول پوینت آف کنترل سالانه اینجا بوده 1917 و وی اچ مون سالانه 1988 بود، که بسیار امکانش هست که جنگ اگر یه خود رفتن رو به آتش بس، این ریزش داشته باشیم تا اینجا. خب اینم پس لول های سالانه. خب الان من میخوام برم برای نزدک لول های ماهانه رو بکشم. دیگه میریم که شما برای لول های ماهانه حتما توی تایم فریم دیلی میریم. حتما تو تایم فریم دیگه این نرید. اینو من چندین بار میگم، بازم مطمئنم میاد سوال میپرسید که برای تایم لول های ماهانه تو چه تایم فریم بریم. به این پایین دقت کنید. دوم اکتبر، اگر یه روز برم اون طرف تر، رفتم توی 29 سپتامبر. از اولین روز میذارم دوم اکتبر تا آخرین روزش. خب اونی که من میذارم، بذارید تاریختون رو، شروع ماه اکتبر تا شروع ماه بعدی که میشه نوامبر. یه دونه وی ال داریم، اینو مشخص میکنید. یه دونه پوینت آف کنترل داریم، اینو مشخص میکنید. یه دونه هم وی اچ داریم، این هم روش خط میکشید. یه خط میکشید که بر خودتون داشته باشید.
من اینجا خط دارم، از همین رو کپی میگیرم میذارم اینجا. خب من اگر بخوام که واکنش به ماه به لول های ماه قبل رو بهتون نشون بدم، ببینید این یه ماه 2 ماه قبل تره، سپتامبره. چارت نزدکیم، طلا و دا جونز و یورو و همه اینا به همین صورت هم. از همین وی اچش ریزش که داریم تا پوینت آف کنترل میاد، برگشت داریم، پول بک داریم، دوباره میریم تا وی اچ، دوباره ریزش تا پوینت آف کنترل، دوباره تا وی اچ، بعد ریزش میاد زیر پوینت آف کنترل بیس میسازه، دوباره ریزش وی المون رو کاملا میشکنه. اینجا احتمالا دیتای فاندامنتال داشتیم که این لول شکسته شده و دیگه هم بهش نرسید. ماه بعدیمون از اینجا شروع میشه. این پوینت آف کنترلش که یکیه تقریبا با ماه قبلی، ولی یه وی ال داشتیم، اینجا یه واکنش داشتیم، اینجا هم یه دونه واکنش داشتیم، اینجا داشتیم. حالا اینجا چرا 4 تا خط داریم، 4 تا سطح داریم، الان بهتون میگم. اینجا ببینید واکنش ها رو به سطوح ماهانه، دوباره اینجا، اینجا، دوباره این واکنش میره بالا، نقدینگی برمیداره، میریزه، پول بک میزنه، دوباره میاد رو همین سطح. اینجا حالا یه سری اینها لول های هفتگی مونه. فقط خواستم یه چشم نشونتون بدم که لول های ماهانه هم خیلی خوب. مثلا اگر اینجا نزدک الان بتونه این سطح رو بشکونه، پول بک تارگت بعدی بلند مدتش برای کسایی که سوینگ میخوان پوزیشن باز کنن احتمالا اینجاست. یا اگر نتونست بشکونه ریخت، تارگت بعدیش احتمالا همینجاست. خب توی این ماه قبلی 4 تا سطح داشتیم. ما وقتی که تایم فریممون روی دیلی میذاریم، این سطوح هم کاری بهش نداشته باشه، اینا سطوح سالانه بودن که حالا من اینا رو برش دارم که خیلی فقط توی مانتلی روشن باشه. اه، این ابزار دوباره روشنه، شروع و پایانش همونه. ببینید شروعش اول ماه اکتبر، پایانش هم اول ماه نوامبره. میریم توی ویکلی، نه توی مانتلی. دقت داشته باشین توی مانتلی یه دونه کندل میشه، یه دونه کندله که ما میخوایم با این لولی که این ابزار به ما میده مشخصش کنیم. دوباره همون خطی که دارم میام میذارم اینجا، اینم یکی از لول ها. معمولا وقتی میاد تو مانتلی، پوینت آف کنترل نزدیک به یکی دیگه از سطح هاست. پس یکیش نه، یکیش هم که قبلا مشخص شده توی دیلی نزدیک به همونه دیگه، ما کاری بهش نداریم. حالا برمیگردیم تو همون دیلی، این ابزار رو برش میدارم، شد 4 تا سطح، یکی این، یکی این، یکی این، یکی این. پس اگر برگشت، یه سطح مهم اینجا داریم، اینو تونست بهش کنه، سطح بعدیمون اینه. 4 تا سطح مهم برای نزدک و من براتون نمایش دادم. اینا رو هم هرچی بود میگیرم، پرایس دیبلش رو برمیدارم که فقط همین پرایس دیبل اینو داشته باشیم، اینو داشته باشیم و اینو همین لول. همین کاری که من برای نزدک کردم میتونید روی داو جونز هم انجام بدید، دقیقا همونه، هیچ فرقی نداره. شروع ماه، پایان ماه، یعنی اینی که اینجا گذاشتم الان میرم روی داو جونز، همونه دیگه، کاری به تغییرات زمانیش ندارم چون که یه بار ست کردم. اول اکتبر تا اول نوامبر. اینا رو هم من برش میدارم خلوت بشه. از سطوح میکشیم. حالا یه سری سطوح دیگه هم دارم من که قدچینه خیلی امتداد دارن، اینا سطوح سالانه هستن.
سال چجوری به دست میاد توی ویدیوهای بعدی میگم، سال و هفته رو اگر وقت شد تو ویدیوهای بعدی میگم. این ویدیو شد 1 دقیقه و 30 ثانیه. دیگه همین سوالات رو پاسخ دادم، تمرین کنید. اگر که آموزش ندیدید، مقدماتی فارکس رو بلد نیستید، این استراتژی ها رو اصلا وقت براش نذارید و برید از یک دوره مقدماتی شروع کنید. خسته نباشید، مخلصیم، فعلا خدا نگهدار.